تتوهای مخصوص هر ماه تولد پارت دوم. سلام خفنا، به چنل کیتی کیتت خوش اومدین. من کیلرزم و توی این ویدیو میخوام راجع به تتوهای مناسب هر ماه تولد صحبت بکنم. این پارت دوم ویدیوه که راجع به نیمه دوم سال صحبت میکنیم. اگر نیمه اول هستین حتما پارت قبلی رو ببینین که لینکش بالای صفحه هست. خب بریم سراغ تتوی مخصوص ماه مهر. سمبل ماه مهر ترازوه که توسط یک الهه رومی به اسم آسترایا حمل میشه که یک نماد جذاب برای مهر ماهی است که میتونید اونو تتو کنین و اسمش هم براتون روی ویدیو مینویسم که راحت‌تر بتونید اونو توی پینترست سرچ کنین. یک الهه در یونان باستان هم به اسم تمیس وجود داره که نمادی از عدالته و کاملا مناسب برای مهر ماهی هست. خود ترازو هم میتونه به تنهایی یک علامت مناسب برای مهر ماهی ها باشه. سیاره حاکم بر این ماه سیاره ونوس یا زهره است. ونوس یک الهه زیبایی و عشق که مناسب تتو کردن این ماهه. علاوه بر اون الهه هایی که گفتم، یک الهه دیگه هم هست که میتونه به ماه مهر مرتبط باشه و اون هم الهه آفرودیت، الهه عشق و زیباییه. اگه دنبال یه تتوی مینیمال هستین میتونید خود علامت مهر رو تتو کنید که توی سبک‌های مختلفی هم البته وجود داره. گل ماه تولد مهر گل رزه که خیلی پرطرف داره و از گذشته تا الان جزو تتوهای محبوب بوده. میتونید با تتوهای دیگه ماه مهر ترکیبش کنین یا خودش رو به تنهایی تتو کنین. رنگ ماه تولد مهر آبی و صورتیه که میتونید توی تتوهای خودتون ازش استفاده کنید. و اما تتوهای ماه تولد آبان. سمبل ماه تولد آبان عقربه که خیلی هم بین متولدین این ماه طرفدار داره و اکثرا همینو تتو میکنن. اگه انتخاب ساده تری میخواین میتونید سراغ تتوی صورت فلکی ماه آبان برین و ترکیبش کنید با سیاره حاکم بر این ماه که سیاره پلوتو هست. یا میتونین صرفا خود نماد آبان رو تتو داشته باشین که سبکای مختلفی هم براش هست. عنصر ماه تولد آبان آبه و میتونین موج دریا رو به عنوان نمادی از عنصر این ماه تتو کنید. گل ماه تولد آبان گل شمعدانیه که انگلیسیشو براتون روی ویدیو نوشتم تا بتونین راحت توی پینترست سرچش کنید. خیلی گل قشنگیه برای تتو کردن، مخصوصا برای خانوم ها، و میتونین با نمادهای دیگه ماه آبان هم ترکیبش کنین. رنگ ماه تولد آبان هم مشکی و خاکستریه. خب دیگه نوبت تتوهای ماه آذره که ماه تولد خودم هم هست. علامت این ماه تولد تیرکمونه که ریشه در اساطیر یونانی داره. موجودی با بالاتنه انسان و پایینتنه اسب که یک تیرکمون به دست داره و اونو به سمت آسمون نشونه گرفته که روحیه ماجراجو بودن، آزاد بودن و هدفمند بودن آذرماهی‌ها رو به تصویر میکشه. اگه دنبال یه تتوی ساده تر هستین میتونین تیرکمون رو به تنهایی تتو کنین یا صرفا خود نماد آذر رو به تنهایی تتو داشته باشید. تتوی صورت فلکی ماه آذر میتونه یک انتخاب مینیمال، شیک و خاص باشه. از اونجایی که عنصر این ماه تولد آتیشه، شما میتونید آتیش هم توی تتوهای خودتون استفاده کنید یا به تنهایی آتیش رو تتو کنید تا نمادی از ماه تولد شما باشه. گل این ماه تولد گل میخکه که نمادی از ماجراجویی، عشق و رشده. میتونید تتوهای متفاوت و زیبایی با این گل داشته باشید. رنگ ماه تولد آذر رنگ بنفشه، میتونید از این رنگ هم توی تتوهای خودتون استفاده کنید. تتوهای مخصوص متولدین دی. اگه تتوی مینیمال میپسندین میتونید سراغ تتو کردن خود نماد دی ماه برید. اما اگه دنبال یه تتوی پیچیده تر و جادویی میگردین میتونید سراغ سمبل این ماه تولد برین که یک بز و پایینتنه ماهی داره. دی ماهی ها اغلب مسئولیت پذیر، صبور و سازگار هستن و همچنین نظم دارن. بنابراین هر تتویی که این معنی ها رو داشته باشه میتونه به دی ماهی ها مرتبط باشه. مثلا کلماتی مثل دیسیپلین یا صبر میتونه یه تتوی مناسب برای دی ماهی ها باشه. تتوی صورت فلکی دی ماه هم میتونه یک انتخاب ساده باشه که به خدای پن هم مرتبطه. پن یک خدای یونانی دارای شاخ و سم بزه. سیاره حاکم بر این ماه تولد سیاره زحل که جزو سیاره های بسیار زیباست و میتونه برای این ماه تولد متناسب باشه.
گل ماه تولد دی هم گل بنفشه است که نمادی از تعقل و سازگاریه. ماه بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم ماه بهمنه. بهمن ماهی ها به باهوش بودن، روشنفکر بودن و ارتباطات قوی مشهورن. بنابراین تتوهایی که نشون دهنده آگاهی و دانش هستن میتونن برای این ماه تولد مناسب باشن. سمبل این ماه تولد معمولاً با یک مرد نشون داده میشه که داره از داخل یک کوزه آب روی زمین میریزه. بابلی ها بهمن ماه رو با خدای آب مرتبط میدونستن، چون ماه بهمن برای اونها همیشه سیل و بارونهای متعددی می اومده. هر چیزی که مربوط به آب و دریا بشه میشه برای ماه تولد بهمن تتو کرد. مثلا صدف‌ها، حیوانات دریایی و خود موج دریا. اگه تتوی ساده تری میپسندین سراغ خود نماد بهمن ماه برین یا میتونید صورت فلکی ماه بهمن رو تتو کنید. اورانوس سیاره حاکم بر ماه تولد بهمنه. میتونید ترکیبش کنید با تتوهای دیگه این ماه یا خود خدای اورانوس هم که خدای آسمان ها، آب و بارانه رو میتونید تتو کنید که با این ماه کاملا مچه. گل مخصوص ماه تولد بهمن گل ارکیده است که مخصوصا برای خانم ها یک تتوی شیک و زیباست. رنگ ماه تولد بهمن آبی و سبزه که میتونید توی تتوهای خودتون از این رنگ هم استفاده کنید. و اما تتوهای مخصوص ماه اسفند. نماد این ماه تولد 2 ماهی هستن که خلاف جهت هم دیگه شنا میکنن که نشون دهنده دنیای پیچیده اسفند ماهی هاست. ماه اسفند توسط سیاره نپتون که سیاره احساسات و رویاهاست اداره میشه. ترجمه پایسیس میشه ماهی که خب از هر جهت نگاش کنیم اصلی ترین تتوی اسفند ماهی ها همون تتوی ماهیه که دارن برخلاف هم دیگه شنا میکنن که معنای عمیقی هم پشتش هست. اصلی ترین معنیش برای اسفند ماهی ها ارتباط بین رویا و واقعیت. معنی های دیگه هم میتونه داشته باشه، مثلا میتونه نماد تضادهایی مثل شب و روز و عقل و احساس باشه که نماد یین و یانگ هم همین معنی رو میده. به همین دلیل هم تتوی این 2 ماهی میتونه با نماد یین و یانگ هم ترکیب بشه. اگه بخوام یک نماد مرتبط دیگه به این ماه تولد رو بهتون پیشنهاد کنم، ماهی کوی قطعاً جزو پیشنهادهای من هستش که معنی کاملش رو توی ویدیویی که مربوط به تتوهای ژاپنی بود براتون گذاشتم که لینکش هم بالای صفحه هست. عنصر این ماه تولد هم آبه که میتونین حیوانات دریایی، موج دریا یا همون ماهی رو تتو کنین تا نمادی از ماه تولدتون یعنی اسفند باشه. اگه دنبال یک انتخاب ساده تر هستین میتونید خود نماد ماه اسفند رو تتو کنین یا صورت فلکی ماه تولد اسفند رو تتو داشته باشید. گل ماه تولد اسفند گل نیلوفر آبیه که یک معنای فوق‌العاده عمیق و زیبایی پشت خودش داره. توی ویدیویی که دارم راجع به نمادهای اصیل ایرانی صحبت میکنم راجع به این گل هم توضیح دادم. میتونید توی اون ویدیو معنی این گل رو ببینید. رنگ مخصوص ماه تولد اسفند آبی تیره و یک سبزآبیه که همرنگ دریا باشه. همه این تتوها و نمادهایی که تا اینجا بهتون گفتم میتونه برای شما اختصاصی طراحی بشه. برای اینکه طرح مختص به خودتو داشته باشی از طریق دایرکت اینستاگرام یا تلگرام با من در ارتباط باش. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین. حمایت از چنل یادتون نره.